با سلام و درود. آقا جون، مراسم تعزیه یعنی این که حادثه دلخراش کربلا به مردم نمایش داده بشه. اما آدم یه چیزایی توی تعزیه میبینه واقعا ناراحت میشه، مونده خنده کنه یا گریه. یه جا میبینی شمر لباس نداره، لباس آتشانی پوشیده، انگار که شمر قبلا تو آتشانی کار میکرده. یه جا دیگه میبینی شمر کنار یه اژدهایی، یه مجسمه اژدها درست کردن، داخل دهنش آتش گذاشتن، کنار اژدها وایساده، شمشیر به دست داره، دور اژدها میچرخه و قاره میزنه، انگار که اومده شمر مراسم سیکلو این چیزا بازی کنه، انگار که سیکله. یه جا دیگه میبینی شمر با عمر سعد و یزید کنار هم نشستن، اونا رو صندلی چرخدار، میز جلوشون، نوشابه و تخمه هم جلوشون، تخمه میشکنن و نوشابه میخورن، بعد قهوه کنارشون، انگار که اومدن پخش مستقیم فوتبال تماشا کنن. امام حسین به خاطری که خرافه پرستی و این چیزا تو ذهن مردم نره قیام کرد، به خاطری که امثال یزید و شمر از نام اسلام و احساسات مردم به بازیچه نگیرن، به خاطر این باشون مبارزه کرد که سوء استفاده نکند دین، آزادی و برابری به مردم نشون بده. اینا چیز واقعا زشته. خجالت بکشه خودت. یعنی چی؟ عشقید